به نام خدا، سرزمین آرزوها. قسمت اول. وارد سرزمین عجیبی شده بودم که پوشیده از چمنزارها و دشتهای سرسبز پهناوری بود که از وسط آن جاده‌ای سیاه طولانی با خطوط سفید عبور می‌کرد. دشت غرق در سکوت مطلق بود. پرنده پر نمی‌زد. حیرت زده به اطراف می‌نگریستم. خلوت آنجا وهم‌انگیز و عجیب بود. تصمیم گرفتم پیش بروم و اطراف را جستجو کنم. پیشتر که رفتم، در کنار جاده تابلو بزرگی توجه مرا به خود جلب کرد. به سمت تابلو حرکت کردم. روی تابلو تصویر سرزمینی بود که در آن مرغان و پرندگان با بالهای زیبا و رنگارنگ در حال پرواز بودند و در پایین تصویر اسب‌های حنایی و سفید در سرزمینی فوق تصور از زیبایی در حال تاختن بودند. آبشارهایی به زلالی و شفافیت آینه از سینه کوه جاری بود.